سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال من. دوستان قبل از شروع ویدیو لطفا یادتون نره که منو فالو داشته باشید، چون بیشتر هر روز ویدیو جدید میذارم. حتما ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد، یه کامنت هم تو کامنت یه قلبم واسم بذارین که انرژی بگیرم. دوستان اگه کسایی که دو تا پارت قبل رو دیده باشن، من براشون یکم سوال باشه که من چرا سوار پیکانم. آره، این پیکان قضیهش اینه که من سر کل ماشینم همه رو فروختم، سر اینکه یه پولی نیاز داشتم و رفتم روی اون شرط بندی کردم و پول باختم. یعنی یه بیعقلی اشتباهی، کار اشتباهی کردم و حالا اینم با هر چقدر پولی که داشتم این ور اون ور جمع کردم و یه پیکان خریدم که بهتون قول میدم همینجوری پیشرفت میکنم و بهترش میکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب دوست من ماشین رو استارت بزنم، فقط تو دنده دستی بکنم. آقا من دیگه اینجوری قراره بار ببرم با پیکان دیگه، همه تو میدونی پیکان زنش کمه دیگه، منم مجبورم اگه پول داشتم که با پیکان دیگه میرفتم. اگه به خودم وقت هستم که همچین کار زندگی نکنم. عجب قصدی پیش نمیکنم. خدا خوشم من به دوز یکی از رفیقم حرف زدم نمایشگاه رو، گفت که یه دونه پیراید هست مدل 92، ماشینش خیلی ماشین ترتمیزیه و گفت که اگه یکم پول داشته باشه این قیمتون 10,000 تومن. گفت اگه این ماشین بگیری این ماشین 5,000 دلار باید میده، گفت 5,000 دلار به من بده تا این پیراید رو باید بگیرم. من دیگه برم این پیراید دارم کار کنم. خندش بگیم پیکان که میداره میزنه میداره. این بار قاچار نیست، باید قاچار که بگیرزی باید یه ماشین خوب و اوکی داشته باشم تا بار قاچار بزنم. به خاطر هم دوستان تا برسیم مثلا یه ازتون یه درخواست داشتم. دوستان من این چنل رو برای پیشرفت و بیشتر سرگرمی شما عزیزان دارم و من میخوام که چنل به درآمد برسه. همین کار اینو دوست دارم. خب شما ولی قول بدید حمایت کنید، اگه میبینید لایک کنید، من نیاز به حمایت دارم. یه جایی هم قرار بار ببرم داشتم که کلی بالاست. برسیم اینجا. ولی دوستان یه چیزم بگم، من واقعا این پیکانم به دلم نشسته. خدایی از بیرون نگاش کنید چقدر تمیزه. واقعا پیکان خیلی خوشگله. ولی خب دیگه تو این دور زمانی که همه چی پیشرفت کرده بازم اون شد سواره بزنیم بگیم کنی رو همینطور میکشه. نه باب اشتباه دوستان میبرشم باشم. من چنل های یکی رفیقان رو میذارم ای بابا
همون بلایی که نباید سرم بود. ماشین رو بهتر نکنید. از همون کاری که برنامه سرم بود. ماشین دفعه چه بکشیدی؟ دوستان من یک کار ریز بزنم ماشین در بیارم ویدیو رو از دوباره بتافتم. دوستان ماشین در آوردم دیگه، آوردم همینجا دیگه. شما کن ساعت و سر بارم همون کار از دوباره بکنم همونجاست. از دوباره سوار ماشین کنم و من بعد از پیرای الان این بار که بهم 2500 داد، اینم ببرم برسونه 2500 بهم بده بتوازه برم دیگه. همین که 5000 برم داره برم اون پیرای رو برم. برای اینکه من بتونم زیاد یکم پول خونم داره اعتماده در پیرای بیرونیم بخرم بهتون نشونش بدم. بعد از پیرای من دیگه خدا این دیگه چه ماشین قرار نسیه باشه. وای خوب شد نزنم. فقط اگر اسم بازی خواسته حتما تو کامنت داریم. الان یادم افتاد که صحبت باشم باتون میکردم. من توی یکی از رفیقان مثل خود من تازه چنل زده دیگه، منم از روی فقط من زیاد دیده نشدم. خب سابسکرایبرم خیلی کم ندارم، ولی گفتم تو کپشن آدرس کانالشو میذارم. شما بدون مثل من ویدیو میکنم، شما بدون اونم اگه براتون خواست سابسکرایب کنید و ویدیوشو ببینید. من نمیدونم خدایی دیگه چی کار کنم به ویدیو هم. در حد توانم و وسعم روش وقت میذارم و بیشتر وقتم صرف اینه میشه، ولی خدایی شما حمایت نمیکنید. چیزی نمیشه تو این چند ثانیه دیگه لایک کنه. خب هیچ کس با این کار تا چیزیش نشده. شما یه حمایت ریز دارین از من میکنه، ریز نه، هر یه دونه حمایت، هر یه دونه لایک شما واسه کانال من سابقه خوبی میشه واسهش و میتونم زودتر به درآمد برسم. دیگه شما قول بدید که ازم حمایت کنید. من براتون وقت میذارم، ویدیو میگیرم و تا شما سرگرم باشید. دیگه آقا داریم کم کم میرسیم. من به توضیح در مورد من رو برای خالی کنم. الان با رفیقم واسه رو که چون حرف زده قبل از اینکه ویدیو رو از دوباره شروع کنم این بار بیشتر بگیم چون خودتون دیدین مسافتش بیشتر شد و برای پول بیشتری بهم بده. خب دوستان اینم از پارت یک همین بعد وقتی که ما شروع کردیم. همین امروز پارت 2 شم آپلود میکنم. اگه این آپلود شد شما قول بدید حمایت کنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.